عین زمان ساختن گرمخانه‌های در دهات‌ها آغاز یافته است. ما بعد ساختمان‌های این گرمخانه‌ها سبزیجات‌های بروقتی را کشت می‌کنیم و همزمان قطار اصول‌های اکولوژی استفاده می‌بریم. از آن جمله اسلوب آبیاری قطرگی. گرمخانه‌های ما گرمخانه‌های سیار میباشد، یعنی پایدوار ندارد. این اندازه این گرمخانه ما 3 به 6 میباشد و برای ساختن گرمخانه ها پروفیل های متالی یا که ارماتور را استفاده میبرند. برای این پرنیکا را پوشاندن از پلنک های مخصوصی آفتاب بردار که غوثیش 120 میکرون است استفاده میبریم. بعد از چند سال خدمت کردنش، 4-5 سال خدمت کردنش، این را به کار کرده دویم کرده میسپاریم. پلنکا ندارد گفته ما ای بالاش لینتاهای مخصوص، اگر هیچی نباشد من این ریسپان های مخصوصا ما استفاده میبریم، هر جای میبندیم که برای که شمال ویرات پرنده نبارد یا ندارد. برای قسمی بالای گرمخانه حساب برف و باران ویران نشود، هر 30 سانتی متر به یک تایی سیم میکشیم. سیم بسته میمانده، بسته بعد ای بالا چه میکشیم و نمیدارد. جای زیست ما منطقه جنوب میباشد و اینجا با همه خیلی تیز گرم شدنش ممکن، تیز خنک شدنش ممکن. برای هوای گرمخانه و اگر خیلی درچه هایی که شمال دهک نمانیم، اینجا بودگی درون بودگی زراعت ها تیز ویران میشد یا که میسوزد یا که چی میشد. در موسم زمستان گرمخانه گرم نگه داشتن، برای این از حساب ایزولیت یا خود استفاده پور گرم میکنیم و دویم درونش با دویم دوگا کشیده با پلنکای دو قوته میکنیم، ترمس نمیتاد میکنیم. ما بعد از آوردن حاصل خوب باید به طرز درست ساختمان گرمخانه، نمی آن، صفت خاک و دیگر لازمه کشگردن کردن در درجه لازمه نگه داشتن نمناکی داخل گرمخانه اعتبار باید دیم. من مردکوی مو بعد گرمخانه سوز کردن دمو وای کده پرنیکویا بعد کوری زنکو سر می شود. کوری مو سر می شود زنکو اینا مو استکانچیک میگیریم. من استکانچیک خوب تایور من وای کده گیمو همش تایور پر کرده خیلی پر میکنیم. بعد پر کردن ما یک دونه تخمه یا پامیدور یا بودرین میشنونیم. بعد شنوندن با دبلوش کمتر خوک میریزیم. بعد خوک ریختن آب میریزیم. بعد این استکانچیک همش تیار کردن ما اساساً گرمخانه داریم. همش داوس برده چینده همش میمونیم.